با درود و احترام خدمت همه عزیزان، امشب برنامه شب‌های شعر در مجموعه آقای بوف همراه با دوستان و شاعران عزیز که لطف میکنن با شعرخوانی ما رو از نوشته ها و ادبی خودشون مستفیض میکنن. اجازه بدید که من دوستان رو دعوت بکنم تا در برنامه حضور پیدا کنن. کوتاهی بدم خدمت شما که با توجه به اینکه این برنامه یک مقدار فضای محدودی داره برای حضور عزیزان، پیشنهاد من این هست که عزیزانی که تشریف میارن و شعرشون رو اجرا میکنند بعد از اجرای شعر در لایو حضور داشته باشند که بتونیم با عزیزان دیگه هم همراه بشیم و شعراشون رو بشنویم و به مرور بتونیم همه رو دعوت کنیم توی برنامه. بله، گمون من هم نت ضعیف باشه. حالا امیدوارم که بتونی کانکت بشی. جناب آقای ابو علی نژاد رو هم اگر بتونیم وارد برنامه کنیم. یوسف جان اگر در لایو هستی شما هم اگر یه درخواست بفرستی. متاسفانه. به به آبتین از شبت بخیر باشه. خیلی خوشحالم که تو برنامه حضور پیدا کردی. مثل همیشه منتظریم که از شما هم بشنویم امشب. سرفراز باشید. خواهش میکنم. من آقای قرداغی شما رو به صورت ثابت میبینم. من تمام تصویر کامل شما رو دارم. احتمالش درست شد. این اشکال از اینترنت ضعیف متاسفانه ظاهرا. اگه شما صدای من دارید حله. آره من صدا و تصویر شما رو کامل دارم. هم صدا رو دارم هم تصویر رو دارم و ظاهرا مشکلی هم نیستش. حالا من تا دوستان دیگر رو دعوت میکنم. خوشحال میشم که یک علل حساب یک شعر ابتدایی رو از شما بشنویم. چشم. من اون شعری که گذاشته بودم اون سری آخر کار بخونم بعد نشد بخونم الان بخونم. ممنونم. دوران عیش و نوش شما نیز بگذرد. دوران عیش و نوش شما نیز بگذرد، یعنی که این خروش شما نیز بگذرد. آن 1000 ساله ضحاک چون گذشت، یک هفته وحوش شما نیز بگذرد. نوروز روشنایی دلها رسیده است، این چله خموش شما نیز بگذرد. از خاک ما گذشت مغول‌ها و تازیان، این قاطر چموش شما نیز بگذرد. بر شهر ما که رفت ستوران بیشمار، سرباز چکمه پوش شما نیز بگذرد. بر جاده ای که ساخته اید از عذاب و غم، آخر درازگوش شما نیز بگذرد. دوران سخت و ذلت برقع گذشت و رفت، دوران این سگوش شما نیز بگذرد. گرچه گذشت دوره شیران پارسی، دوران مار و موش شما نیز بگذرد. من یک سلام میکنم به آقای استاد بزرگوار حجبری که اون سری سعادت نشد سلام میکنم بهشون. خوبید آقای حجبری؟ سلام، درود بر جناب آبتین عزیز و جناب قرداغی گرامی. درود بر شما جناب حجبری. متاسفانه من تصویر شما رو تا الان نداشتم. الان که صداتون اومد تصویرتون هم همزمان اومد. یه صفحه تیره‌ای داشتم متاسفانه. الان عرض درود احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که شما هم به جمع پیوستید. من واقعا از همتون از صمیم قلب سپاسگزارم. هم از جناب آبتین هم از جناب شما به خاطر تلاش ها و کارهای خوبی که انجام میدید.
ممنونم جناب جبری، لطف دارید همیشه به ما و همیشه ما رو همراهی میکنید. خیلی خیلی ممنونم. حامد جان، من دوباره برای شما اینویت فرستادم و دارم تلاش میکنم که جا رو نگه دارم برای شما که بالا بیای. متاسفانه ظاهرا اینترنت یاری نمیکنه. خب جناب جبری، تا دوستان دیگر رو دعوت میکنیم از شما هم شعری بشنویم. به چشم. این از هفته پیش بیشتر از شعرهای کلاسیک من کنم. این بار شعرهای به اصطلاح نو هستش. البته این شعر قدیمیه، من سالهای پیش رو نوشتم، به نام محله کودکی هستش. من این را از خاطرات نوجوانیم میگویم. در محله ما کوچه‌ای هست که به آخرت ختم می شود و در آن حاج میرزا حبیب میزان سنجش هر فرد است. او هر روز صبح جمعه در بینه حمام سر محله بزرگترین لنگ را به خود میبندد و وقتی در خزینه فرو می رود آب خزینه نصف می شود. حاج میرزا حبیب قند و شکر می فروشد و در زیر کفه ترازویش دور از چشم مشتری هایش سنگی چسبانیده است. او مؤمن ترین کاسب هاست. هر روز صبح ساعت 4:30 صبح به مسجد می رود و بر سردر دکانش با خط درشت نوشته است الکاسب و حبیب الله. در محله ما کوچه‌ای هست که خانه هایش همه از خشت و گل است و همه مادرها میخواهند دخترانشان عروسهای حاج میرزا حبیب باشند و پسرهاشان دامادهای او. حاج میرزا حبیب میزان سنجش هر چیز است. تازگی ها در این خانه های خشت و گلی نوجوانانی پیدا شده اند که نمیخواهند دامادهای حاج میرزا حبیب باشند و نمیخواهند که دامادهای هیچ کس باشند و در بعضی کلاس هاشان شنیده اند که هیچ کوچه ای نباید به آخرت ختم شود و هنوز 35 سال بعد در محله ما کوچه ای هست که به آخرت ختم می شود. بسیار عالی بود. خیلی خوب، خیلی زیبا بود. قربانتون برم. امیدواریم که حامد جان صدای من داری؟ بله سلام. سلام، وقتت بخیر باشه. بعد از تلاش بسیار زیاد تونستم که تو رو همراه کنم با خودمون. خیلی عجیب بوده. من اول سلام کنم خدمت دوستان و عزیزانی که در لایو هستن. من مجبور شدم یعنی فیلتر شکن روشن کردم و با فیلتر شکن موفق شدم. من نمیدونم چرا. جلسات قبل اینطوری نبود ولی الان که فیلتر شکنم روشن کردم شد که اضافه بشم به جمع. عجب. عجیبه چون این اینستاگرام فکر نکنم تو ایران فیلتر باشه، ولی خب گاهی اوقات اذیت میکنن ظاهرا که یه مقدار در واقع اپلیکیشن های داخلی مصرفش بره بالاتر. خب تو خوبی حامد جان؟ با شما ممنونم، خوشحالم که تو جمعتون هستم بازم و ممنون. شعرهای دوستان رو شنیدم. من تصویرتو البته همچنان من ندارم، حالا نمیدونم دوستان تصویر رو دارن یا نه. منم ندارم تصویرشون. آره فقط ما صدایی داریم از تو. من یک تصویر سیاهی دارم و در خروجی برنامه تصویری از تو نداریم، فقط صدا رو داریم. می‌ذارید من یه بار دیگه خارج شم دوباره اضافه بشم ببینم چرا. آره میخواید مجدد وارد بشو تا ببینی شاید درست بشه. حامد جان سلام مجدد و همچنان بدون تصویر. ای بابا. آره مثل اینکه این اینستاگرام داره اذیت میکنه ما که سالهاست، بعد از سالها داریم همدیگه رو به صورت حالا حتی شده آنلاین میخوایم ببینیم، این را هم بر ما زیاد میبینه.
خب حالا شرایط نیست، نمیدونم یه ذره ادامه بدیم تا ببینیم شرایط چی میشه. آره حتما ادامه بدیم تا ببینیم. بعد شعرت رو بشنویم، یک شعر کوتاهی خیلی دوست دارم اول بشنویم تا بعد ادامه بدیم. خواهش میکنم. من یه کار کوتاه به اسم روزنه میخونم، حالا بعد در خدمتتون هستم. مثل پیراهنی سیاه که همیشه در تاریکی کمد به دار آویخته است، تنها مرگ میتواند دری به رویم باز کند. متشکرم. عالی بود، مرسی، ممنون. بالاخره توانستیم آقای اوایل نژاد رو هم اضافه کنیم به برنامه. درود و شبت بخیر. آقای حجبی رو ما از دست دادیم فعلا. خوبی یوسف جان؟ شبت بخیر باشه. قربان. سلام عرض ادب. خوبی؟ عرض ادب و ارادت شد. آره شما مثل که صدای ما رو نداشتیم، ما عرض ادب کردیم خدمت شما. خواهش میکنم. خوبی؟ امیدوارم که خوب و خوش باشی. در خدمت هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شعری از تو بشنویم. حالا اجازه بدید حامد جان بشنویم از حامد. فکر کنم ردمون زدن. آره این ظاهرا نمیدونم چه مشکلیه که یک سر دوستان هست میشن از لایو. یوسف جان مجدد پیوستی به ما، اگر صدامون رو داری. صدا رو داری آقای اوایل نژاد؟ من متاسفانه دوستان اشتباهی هک کردن، باید صدا سیما رو هک میکردن، اومدن لایو ما رو هک کردن. احتمالا خطرناکتر از صدا سیمای جمهوری اسلامی بوده. امشب بیشتر به جنگ اینترنت میخوایم بریم تا به جنگ شعر. خب جناب حجبی شما دفتر شعرهای زیادی دارید، خوشحال میشیم که بشنویم از شما در حالا تا دوستان وارد میشن. بله. این شعر به نام یا آدمک یا آدم برفی هستش. نور آمد آدمک بیتاب شد، آدمک از برف بود و آب شد. آب شد در خاک و سر زد در علف، آن علف شد در دهان بز تلف. بز به دشت و کوه با چوپان پیر، شیر خود را داد تا گردد پنیر. آن پنیر چرب را دزدید زاغ، شد خوراک جوجه اش در کنج باغ. جوجه افتادش به خاک از آشیان، گشت آب و گرد و بیجان و روان. شد بخاران آب و پیوستش به ابر، غرشش از خاک و جنگل برد صبر. بر سمند باد و سرما برف شد، آدمک شد باز اما خاموش و کم حرف شد. بسیار عالی، ممنونم، عالی بود، کم حرف شد. حامد جان کوتاه از شما بشنویم. خواهش میکنم. بله، یه شعر کوتاه دیگه من میخونم به اسم آخرین تماس. دو نفر مرگ را به بازی گرفته بودند، یکی من که تلفن را جواب دادم و دیگری تو که جنازه‌ات به من زنگ زده بود. عالی بود، ممنون. همیشه شعرهای کوتاه تو غافلگیر کننده هستن، آدم باید سعی دقت کنه ببینه یه دفعه از دستش در نره موضوع. آره جالب بود، خیلی ممنون. بله این چرخش دور فلک همچنان داره میچرخه،
آیا وای نجات صدا من داری؟ ولی من الان تصویر رو دارم. خب بالاخره ما قطع تونستیم شده بود. شما رو نجات بدیم در این وادی. خیلی خوشحالم که حالا صدای ما رو دارید. تصویر شما البته یه حالت ثابت داره. خوشحال میشم که حالا تا هستید استفاده کنیم از شعرتون. هرچی رشته بودیم مجدد پنبه شد. آره خب اینجوری بس فکر میکنم که حالا جمع بندی کنیم. دوستان هر کدوم یه شعر بخونید، ما رو مستفیض کنید و برنامه رو موکول کنیم به آینده. فکر میکنم بهتر باشه تا اینترنتی مناسبتر در این کشور. من به سهم خودم از دوستان عذرخواهی میکنم، اذیت شدن. آره متاسفانه ما دوستان رو هی میریم مثل این چیزا جمع میکنیم میاریمشون، بعد دوباره باید یه ابراهیمی پیدا بشه و اینها رو جمع کنه و ولی متاسفانه با این اینترنت ضعیف و آره دوستان من پیشنهاد میکنم حالا همه که هستیم تا اینا هست نشدیم یک نفر یک شعر بخونیم و برنامه رو ببندیم. اینجوری فکر کنم بس نفتر باشه. از بالا شروع میکنیم. آپتین جان شما شعر بخونید. آپتین جان شما یک شعری بخونید. حتی بعد از شما دوست دارم من یه شعر بخونم اگر دوستان علاقمند باشن. من یادم افتاد به یه جوک میگفتم که حالا گفت ابراهیم، میگفتم که یه بار اون داستان اسطوره ها، یک بار یعقوب و ایوب و لقمان پای اینترنت ایران نشستن، بعد آقای ایوب صبرش از دست داد، لقمان ادبش رو. حالا حکایت ما شده امشب. بله ما تا ادبمون از دست ندیم پس برنامه رو جمعش کنیم. میگه که آهای شاعر ابتر، آهای شاعر ابتر، نوشتنت تا کی؟ ز جام و ساقی و ساغر نوشتنت تا کی؟ ز قلب دلبر مغرور و صورت ماهش، ز سنگ خاره و مرمر نوشتنت تا کی؟ جهان ز خون دل ما گریست ای شاعر، ز خون چشم کبوتر نوشتنت تا کی؟ بگو چگونه سیاست دیانت ما شد، ز عدل خنجر حیدر نوشتنت تا کی؟ ز نوحه های پر از غم دگر چه میخواهی، ز چشمت تا کی؟ تو بو نکرده ای انگار زخم دلها را، تو بو نکرده ای انگار زخم دلها را، ز آب غنچه غمسر نوشتنت تا کی؟ ببین تو بغض فرو خورده در گلوها را، ز ابر قررش تندر نوشتنت تا کی؟ ز ابن و روح قدس اب فراری و گم شد، از این سلاسه اطهر نوشتنت تا کی؟ ببین جهان به کجا رفت و ما کجا ماندیم، ز حسنی و ز معمر نوشتنت تا کی؟ از این دیانت موهوم گفتنت تا چند، از این سیاست انتر نوشتنت تا کی؟ آهای شاعر درباری حقوق بگیر، برای کیسه پرزر نوشتنت تا کی؟ بیا و آبتین دیگر قلم به دست مگیر، تو شعر تازه نوبر نوشتنت تا کی؟ بسیار عالی بود، بسیار عالی، ممنون. جناب خوشبری شما میخواید بخونید اگر شهر دودی بود و تنگی نفسش گشایش روز بیخونه ها، در میدانها در خیابانهای پر از ماشین نقاشی دیوانه‌وار به دنبال فاحشه‌ای میگشت تا از او قدیسه‌ای سازد. کیوسکای تلفن زبان دانی شد و همین در کنار اجاقش تلفن موبایل میکاشت. دختران نابالغ در جویبارهای تعفن بکارت به آب میشستند. در مدارس عشق شهوت بود و معلم تاریخ معتادی که کار دستی درس میداد و در ساعات تفریح کنار تخته سیاه به خلقت نفرین میکرد. دست فروشی میگفت سیگارهایش سلامت زاست
و راهبه ای با چلیپایش بر گور مرده ای تخم انکار میکاشت. استادی در علوم به ریاضی می نوشت که نور عاشق تاریکی است، لکن ازدواج آنها به خاطر کمبود مسکن و گرانی لازمات روزانه عملی نیست. در جاهایی از شهر 1:1000 شد و در جایی دیگر 1000 برابر 0. پاسبانی در 4 راه عدالت تریاک نذر می کرد و صدقه جمع آوری. در روزهای جمعه اعدامهای دست جمعی فضیلت شد و گورکنها شبان واجب الحج. دیروز از تپه‌ای بلند نقاشی سرگردان شهر را بر زمینه بومی سیاه نقاشی کرد و در غروب خود را به دار آورد. عالی و غمگین. ممنونم. شعر تحت تأثیر قرار گرفتیم. بسیار. حامد جان. حسین جان از خودت بشنویم. جان از خودت بشنویم. شما شعر نخوندی. راستی که بله جناب قرداغی. چشم. آره دوستان واجبتر هستند ولی چشم من هم میخونم. اجازه بدید من شعری بیابم برای شما. مجدد از مجموعه گوراب میخونم. خواستم نوازشت کنم، دستم برای آزادی قلم شده بود. خواستم دوستت بدارم، گرسنگی علاجش عشق نبود. خواستم ببوسمت، لبانم در فریاد مشترک کبود شده بود. خواستم ببویمت، سرفه های مکرر از غبار استبداد شدم. میخواستمت اما آغوشم بوی نفرین اوین میداد و خیابان به خاشاک و زباله مزین شده بود. جهان تو لبخند بود اما جهان من تب داشت، سرگیجه‌ای مرتب داشت و خاک همچنان خون می‌خواست. جدایی در سرانگشتان ما گل انداخت وقتی زمستان بود، وقتی نوبت نعره مستان بود و مترسکی در باغ کباب کلاغ و قناری میپخت. از شعر ما. چقدر قشنگ بود. خیلی زیبا بود. مرسی. ممنون. خب حامد جان از شما بشنویم. من خوندم شعر حالا. نه چون شعرهای شما چون کوتاهه من دوست دارم در واقع استفاده کنیم از این فرصت‌های کوتاه. این تقصیر خودته که شعر کوتاه میگی. های کوتاه می‌فرمایید. شعر بعدی که براتون می‌خونم به اسم طبقات. همسایه طبقه بالا گاهی مهمان دارد. همسایه طبقه بالا چند گلدان شمعدانی دارد. همسایه طبقه بالا از وقتی مرده است من دیگر تنها نیستم. خیلی ممنون. عالی است. من همیشه لذت میبرم از این کوتاه‌های جالب. عالی بود. ممنون. حتی دوستان عزیز من واقعا ناراحت شدم از اینکه عزیزان به هر حال دوستان زیادی بودن که من دعوتشون کردم و متاسفانه اینترنت یاری نکرد و نتونستند وارد برنامه بشن. بسیار متاسفم. سعی دیگه ای نکردیم که بیان توی جمع برامون یه شعر زیبا بخونن.
جان میگم آقای ابوالنژاد دیگه تلاشی نکردن که به جمع ما اضافه بشن. نمیدونم والا چرا امشب دیگه واقعا اینترنت خیلی بد بود. آره من که بسیار تلاش کردم، الان هم در حال حاضر هم در بین کارها در حال تلاش هستم که دوستانی که 4-5 تا از دوستان هستن که همش دارم اینویت میفرستن که بتونن بیان بالا. آقای ابوالنژاد هم چندین بار سعی کردیم که دعوتشون بکنیم ولی متاسفانه نمیدونم حالا. جان چند دقیقه هم تصویر خودت هم یه تصویر ثابت دارن. من تصویرم همیشه برعکس حالا جستم که کم ورزشکاره، تصویرم همیشه متحرکه، خیلی چیز نیستم من. نمیدونم چرا تصویر کنم الان تقریبا یه روبی هست ثابت شده برای من. اون اشکال از مخابرات ایران، احتمالا از قیافه من خوشش نمیاد. فکرم ما یه جایی بین راه قرار میذاشتیم، همه دوستان جمع میشدیم یه جا شب شعر میکردیم. آره احتمالا خیلی آسون کاری که امشب کردیم. تلفنی زنگ میزنیم شعرامون رو به هم میگفتیم. آره آقای خوجبری رو از دست دادیم، ولی آقای ابوالنژاد صدای ما رو داری؟ آقای ابوالنژاد رو من دوباره اضافه کردم، یه تصویر سیاهی اضافه شده دوباره حذف شدند. حالا یه خصلت بدی هم که اینستا ظاهرا داره، دوستان هم خود به خود حذف میشن. ابوالنژاد رو من بارها دعوت کردم ولی متاسفانه نتونستیم امشب داشته باشیمشون و همچنان ما بدون حضور آقای ابوالنژاد سعی میکنیم کم کم برنامه رو به پایان ببریم که دیگه حوصله دوستان هم از این وضعیت موجود به تنگ نیاد. من مجددا جناب حجبی هم از لایو حذف شدن، دوباره دعوتشون کنم که برای خداحافظی پایان برنامه حضور داشته باشن. بله اینستا 4 نفر بالا میاره، ما سعی میکنیم تو همین 4 نفر دوستان رو داشته باشیم ولی متاسفانه دوستانی که از ایران هستند خیلی نتونستیم همراهیشون کنیم و امیدواریم که در برنامه‌های بعدی بتونیم از اشعار و نوشته هاشون استفاده کنیم. خب دوستان، اگر برای جمع‌بندی صحبتی هست، حامد جان از تو شروع میکنیم. صحبتی داری؟ درد دلی داری؟ خواهش می‌کنم هم دوستان عزیزی که امروز تو لایو بودن خواستن شعر بشنون خیلی اذیت شدن و من یه ذرم این کامنت ها رو که میخونم نمیدونم حالا چرا دوستان انقدر بی‌حوصله‌ان، واکنش های آنی به شعرخوانی دوستان نشون میدن. در هر صورت امشب حوصله‌شون رو سر بردیم و ازشون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که در جلسات بعد بتونیم این موضوع رو حل کنیم، حالا به یه نحوی و دوستان بتونن بیان جای اونایی که شعر نخوندن خالی بود. آره واقعا دوستانی که موفق نشدن شعر بخونن، من واقعا از حضورشون عذرخواهی میکنم. دوستان زیادی بودن که من دعوت کردم. آقای حسین تقلیلی من دعوتشون کردم، قرار بود شعر بخونند. آقای ابوعلی نژاد، خانم ساری 96 و دوستان دیگه ای که حالا لیست هستش اینجا، من تلاش کردم دعوتشون کردم که بیان و شعر بخونن، اما متاسفانه امشب به دلیل اینکه حالا اینترنت یاری نکرد شرمنده دوستان شدیم و حالت استفاده کردیم از عزیزانی که شعر خوندن. همه شما دوستان خیلی خیلی ممنونیم. به نظرم بیشتر از این
تلاش شاید دیگه بیهوده باشه که بخوایم دوستان رو. آره خب خیلی ممنونیم که همراه ما بودید. از همه شما عزیزان که شعر خوندید ممنونم و تمام دوستانی که همراه ما بودند و گوش کردند و ما تحمل کردند. خیلی خیلی تشکر میکنم. عزیزان اگر صحبتی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. من از جمع خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید و همیشه شاد و تندرست باشید. بله خیلی ممنون. از همه عزیزان تشکر میکنم. از حامد عزیز، از جناب حجبری و آبتین عزیز که لطف کردید تو برنامه حضور پیدا کردید. خیلی خیلی ممنونم. تا برنامه بعدی که بتونیم با امکان بیشتر و بهتری در خدمت شما باشیم و امیدواریم که اینترنت هم یاری بکنه در برنامه بعدی. ممنون. شب خوبی داشته باشید و همچنان همیشه در پناه خرد. شب همگی بخیر. شبتون بخیر. AlgoGebuch.com